ईद आयतुल्लाह खामन, ईरान का सुप्रीम लीडर, 2019 आज से 7 साल पहले अरब मुल्कों को समझाने की कोशिश किया तो अमेरिका और मुल्कों सिर्फ इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ माली फ़ायदे के लिए عربی که اطراف ما هستن اینا باید بدونن آمریکا قابل اعتماد نیست. آمریکا به اینا به چشم ابزار نگاه میکند، ابزار حفظ رژیم صهیونیستی و حفظ پول و منافع استکباری خود آمریکا در منطقه. آمریکا اصلا به هیچ علاقه‌ای به اینا نداره، در واقع از پولشون استفاده میکنه، از نیروی اینها برای مقاصد خودش استفاده میکند، برای اینکه یک حفاظی درست کنه، رژیم صهیونیستی رو حفظ کنه و اهداف استکباری خودش رو در منطقه نگه بداره و حفظ کنه.